سلام رفقا، خوش اومدید به این ویدیو. رفقا تو این ویدیو براتون یه فایل حذف لگ و آیپد ویو آوردم که فایل حذف لگ به شما 60 fps میده. یعنی اگر شما داخل تنظیمات بازی 40 fps باشین براتون 60 fps رو باز میکنه ولی داخل تنظیم نشون نمیده. خب دوستان بریم داخل مک تا بهتون نشون بدم آیپد ویو چجوریه. رفقا اینم میگم که آیپد ویو موقعی کار میکنه که شما فقط از یه هواپیما بپرید. یعنی مپایی که لندینگ دارن بعد لندینگ فعال میشه ولی تو مپایی مثل آرنا یا TDM جوابگو نیستش. خب همونطور که میبینین آیپد ویو تمیزه، نه دور زیاد نه خیلی نزدیکه. خب رفقا آموزش فعال کردن این آیپد ویو و 60 fps رو آخر ویدیو گذاشتم، حتما تا آخر نگاه کنید. خب دوستان شما بعد از اینکه این فایل از کانال تلگراممون دانلود کردین که لینک کانال تلگرام هم داخل کامنت ها میذارم و هم داخل بایو چنل هستش. خب دوستان بعد از اینکه این فایل رو گرفتین روی گزینه اکسترکت میزنین و بعدش رمز فایل رو وارد میکنین که رمز فایل 2 تا 0. خب بعد از اینکه استقرار شد روی پوشه دفاعل میزنین، بعدش پوشه فایلز رو کپی میکنین و بعدش برمیگردین میرین داخل پوشه اندروید دیتا، میاین پایین پوشه پابجی پیدا میکنین com.tencent.ig هستش، روش میزنین، بعدش روی این گزینه آبی که سمت راست پایین هستش میزنیم، این تیک رو فعال میکنیم و روی گزینه ریپلیس میزنیم. به همین سادگی دوستان برای شما فعال شد و میرین داخل بازی و میتونین از آیپد ویو و 60 fps لذت ببرید. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگر بدرود.